بچه‌ها این روزا اسم داریوش اقبالی نقل مجالس شده و هر جای میریم از داریوش حرف میزنن. خود من به شخصه بعد اینکه این گندکاریای داریوش رو شنیدم ازش متنفر شدم. آقا دیگه فکر نکنم کسی مونده باشه که از دست داریوش اقبالی دلخور نباشه و ما توی این ویدیو در مورد اصل شکایت داریوش از مهران عبدشاه و یک کمی از قضیه شاهزاده با داریوش و خط نشون کشیدن آقای محمود قربانی واسه داریوش اقبالی و واسهتون تعریف میکنم و بعد اونم یک کم از تیکه های ستار علی کریمی به داریوش واسهتون میگم و در آخر ویدیو از اصل ماجرای مهناز افشار با داریوش حرف میزنیم. تا یادم نرفته بگم، میدونم اکثرتون در مورد حواشی این روزهای داریوش یه ویدیویی دیدید و من میخوام چکیده و اصل قضیه رو واسهتون تعریف کنم. خب بچه‌ها، قضیه شکایت داریوش از مهران عبدشاه برمیگرده به 1 سال پیش که ظاهرا هنوز این آتیش خاموش نشده. را بریم سراغ دلایل شکایت. آقای داریوش میگه مهران عبدشاه تو برنامه گفته شما بزرگداشت کوروش و کبیر و چالش زن زندگی آزادی راه انداختین که بلیط‌های کنسرت 2 هفته بعدت هم توی همین کنسرت بفروشید. این در صورتیه که آقای مهران عبدشاه میگه اصلا من همچین چیزی نگفتم. و یه مورد دیگه هم اینه که آقای داریوش میگه من تا حالا از طریق بنیاد آینه به کسی کمک نکردم. خب آقای من، اگه کمکی هم کردید بیاید اسناد مالیاتی واریزیشو به مردم نشون بدید. این که شکایت کردن نداره. و بعد اینم میگن آقای داریوش حقوق $100,000 از بنیاد آینه دریافت میکنن که میگن من نگرفتم. خب آقا هر کی باشه شک میکنه دیگه. شما اگه ریگی به کفشتون نیست بیاید این قضایا رو واسه مردم روشن کنید. وقتی چیزی نمیگید یعنی تمام این حرفا درسته. و آقای مهران عبدشاه در ادامه گفت داریوش بعد کنسرت لس آنجلسش دیگه توی هیچ تظاهراتی شرکت نکرده و فقط از احساسات مردم سوء استفاده میکنه و تشویقشون میکنه برن تظاهرات کنن. تو بنیاد آینه فقط کثافتکاری میکنن، مثل قاچاق مواد مخدر و اجرای طرح تظاهرات و از این قبیل کارا. خب معلومه حقوق $100,000 از کجا میاد. و خنده‌دارتر از همه اینه که داریوش تو دموکراتیک ترین کشور دنیا زندگی میکنه و از آخونده ایراد میگیره که چرا به مردم ایران آزادی بیان نمیدن، ولی خودش به خاطر 4 جمله مهران عبدشاه ازش شکایت کرده. آقا دیگه همتون میدونین داریوش تو کنسرت ونکوور کانادا میگفت سیاسیون خارج از کشور آدمای فاسدی هستن و هیچ وقت معنی همبستگی رو نفهمیدن و باید برای نجات مملکت از منیت گذشت و دیگه این که امیدی به آینده نیست. آخه من نمیفهمم، درسته اوضاع مملکت ما خیلی خرابه ولی شما یه هنرمندی، یعنی چه آخه امیدی به آینده نیست؟ و در ادامه میگه یه عده برای منفعت شخصی همه چی زیر پا گذاشتن. همه دیگه میدونن داریوش جزء آدماییه که واسه پول هر کاری میکنه، از جمله مواد مخدر. حالا اومده عوض خوندن تو کنسرت مثل آخوندا رفته بالا منبر میخواد با 4 کلمه یارکشی کنه. بهتره بدونین داریوش از همون اول دشمن پهلوی جمهوری اسلامی بوده و فقط دیدگاه خودش قبول داره. همیشه هم توی آهنگاش در مورد عدالت و آزادی خونده و باید بگم متاسفانه با گروه‌های فعال حقوق بشر هم همکاری داشته و از هر فرصت و تریبونی واسه بیان نظرات خودش استفاده میکنه. شاهزاده رضا پهلوی میگفت باید در مقابل چنین افرادی سکوت کرد. پدرم و من تا جایی که تونستیم از این آدما حمایت کردیم تا به شهرت رسیدن و کسایی که ما فکر میکردیم دوستمون هستن از پشت به ما خنجر میزنن. اینجاست که میگم به هر کس و ناکس نباید بها داد. ناگفته نمونه که شاهزاده رضا پهلوی هم توی این سالها نتونسته کاری واسه مردم ایران بکنه. اگر هم گروهی تشکیل داده سریع اون گروه از هم پاشیده و به قول معروف شاهزاده بیشتر شده لب و دهن. بچه‌ها میدونین که آقای محمود قربانی همسر سابق گوگوشه و ایشون در مورد داریوش میگفت من اونو بزرگش کردم و تو پیشرفت معروفیتش نقش بزرگی داشتم و با این وجود اون به من خیانت کرد و فقط دنبال پول جمع کردنه که با کمک طرفداراش تبدیل به رهبر ایران بشه و شما مردم ایران باید بدونید به ظاهر ترک کرده تا بتونه خودش سفیر سلامت کنه. آقای قربانی در ادامه گفت داریوش من میدونم تو داری چی کار میکنی، تا نیومدم جمعت کنم خودتو جمع کن. این هم بدونین بد نیست. داریوش با حسابانی 5 نسل سوخته معتاده و همه میدونن به قول قدیمیا جوانای قدیم با آهنگ‌های داریوش پای منقل میشستن و بدتر از همه در 9 شهریور 53 به علت دایر کردن مرکز فساد و نگهداری و پخش مواد مخدر دستگیر شده و بارها به علت رانندگی بدون گواهی نامه دستگیر میشده. حالا واسه ما بالا منبر میره.
متاسفانه داریوش به فریدون فرخزاد عزیزمون هم رحم نکرد و به محض رسیدن فریدون به لس آنجلس اون از اونجا فراری داد. وقتی هم از ستار خواننده دربار پهلوی در مورد داریوش پرسیدن، اون توی جمله گفت اون مردیه که ظاهر و باطنش با هم یکی نیست. بعد اونم علی کریمی به داریوش گفت تو یا زینف همین حکومتی یا جزء اصلی ترین افرادی بودی که باعث شد این حکومت پایه‌گذاری بشه. آقا الوعده وفا. وقتی داریوش از مهناز افشار درخواست کرد که درباره داروی نالوکسان پست منتشر کنه، وزارت بهداشت جهانی از مهناز افشار شکایت میکنه و دولت هم که فکر میکنه اون وارد مافیای دارو شده اونو به دادگاه میکشونه. مهناز افشار بدون درخواست هیچ پولی این کارو انجام میده و فقط از داریوش میپرسه آیا بنیاد آینه پشت این ماجرا هست و شما واسه این کارا مدرک دارید؟ که داریوش در جواب میگه بله، مدارک کامله. و متاسفانه مهناز افشار به داریوش اعتماد میکنه و خب به نظرم هر کسی شناختی از این آقا نداشته باشه اعتماد میکنه. و مهناز افشار در ادامه گفت وقتی این قضیه واسه من دردسر شد، من از ایشون مدارک خواستم که ایشون دیگه جواب منو ندادن که اگر به من کمک میکردن طعم این تاوان واسه من هم شیرین‌تر میشد. و به نظرم این حق هر آدمیه که از مشوقش جواب بخواد و بگه چرا این کارو با من کردی. بچه‌ها تا یادم نرفته اینم بگم که به تازگی آقای محمود قربانی و اطرافیان داریوش ادعا کردند که اون به تازگی مشاهیر خودش رو از دست داده. حالا شماها بگید با این وجود بازم آهنگای داریوش رو گوش میکنید یا نه؟ نظرتون رو توی کامنت ها واسم بنویسید. ممنونتم که تا آخر ویدیو رو دیدی و اگه کانالمو سابسکرایب کنی لطف بزرگی به من کردی و بهت پیشنهاد میکنم ویدیوی آلندرون هم از دست ندی.